همین درد، همین پرابلم به خونه ما و شما را میبیا. هر روز یک تا دو تا ده تا کشته پرتوفتیان، هم در وطن هم از وطن بیرون. پدر جان گفته گردی فردا روز قیامت، روز محشر، در برابری همین پدرتون میخیزین، در گناه کردگی همین پدرتون میخیزین جواب میتین. این پدر یک دوره این که پدرتون دشمنی الله های، دشمنی پیغمبر های، دشمنی تمام مسلمان های، دشمنی شهروندای تاجیکستان های، دشمنی وطنی تاجیکستان عزیز مونای. این خیلی کشتن میگیرن، ولی زنگ میزنن همو پشتگیرو، همو شغالکایی که پشتی همون بدبخت میگیرین، زنگ تون میزنن ای خونتون که بیا اکت از فلان جا مرده شیفتیم، سرش از اون جا یفتیم، پوچش از یک طرف دیگه، دست پوش یک طرف دیگه، ولی بستین زنگ تون میزنن. بعد سراتون در دیوال بزنین، نمیشوه بخیزیم یک موش شویم، از یک گریبان سر بروریم، نمیشوه. خب برای ما نخیزین، برای ما نبروین، برای وطن خودتون، ملت خودتون، برای دین اسلام خودتون بروین که مرحمت کنین، مبارزه برین. و میگیم شونا میگن خونه ما سوزایت اینجای، ولی بعد میبینی خونه تونه ای سرت میمونه و خونه تون. زنی من به سطر به حجاب های، مادری من به سطر به حجاب های، ولی تماشا میکنی قدی زنت رفته سی ای سری زنت میگیرن افچه در زمین میشکن، یکم چی گفته نمیتونی، میشوه این روزو میبیوه بر سرت. تماشا کن همون انسانایی که میخندین میگن که این من خونه ما اینجا آباده، خونه ما 100% سوید داریم، گاز داریم، آب داریم و دیگهش داریم، ولی تماشا میکنین با فکر من که فوقتون در روغن های آزیرش ده 0 تون در روغن های، پروای همسایت نداری، پروای همسایه قشلاق نداری، برای که 0 لیتر در روغن های آزیرش ده. برادرو، بر یک نفس کشیدگیمون، بر یک میجه زدگیمون فردا روز قیامت ما پیشی پروردگار جواب میگیم که پرسیده میشه و این نفس برای چی کشیدی، این میجه را برای چی زدی، این وقتی که من بهت دادم اینت بر کجا صرف کردی، این بایگریه که من بهت دادم بر کجا صرفش کردی. همه ای پرسیده میشه. دنیا به دروازه نیست برادرو، ما از آسمان غلطیدگی نیستیم. این یک دنیای اگزامین است. ما همین اگزامین باید یک خیل رویم که فردا روز قیامت پیش پروردگار گردنمون بلند باشه که جواب دادتونیم در کاری کردگیمون، در گشتگیمون، در نفس کشیدگیمون، در سومی که از خود کردگیمون، در همه اینو ما باید جواب بگیم. در آن چیزی که دیدیم در آن ما باید جواب بگیم. و چی با نرفتی یاردم تی؟ چی با دیدی همون برادرو مبارزه بردسته بودن تای دور میخندیدی، تو داشتی میلیارد داشتی در دستت، کو میلیاردت آوردی قطید میلیارد، آوردی قطید تنگا و تیلوتا، آوردی قطید زن و فرزانتا، نه، یا جوره و اهل اولادتا، هیچ کاره نمیتونی قطید برده. اگر همون مناسبت باشه یک 3-4 متر سانی سفید همون را میبینی، اگر که نه تمون زاغ و کرگس و دیگر رو میخرن میرون، تا همون چی را نمیبینی دیگه. هیچی ما قطعی ما نمیبریم برادرو. این برادر سحر کشتن شد، فردا ممکن نوبتی من باشه، پس فردا نوبتی تو باشه، پس فردا دیگه نوبت یک کسی دیگه باشه. حتی آن روزی که نفس در جان تان دارین، یعنی که تو در همون بدن تان جان دارین، تان همون روز زیدی فرعون لعین عصر 21 مبارزه برین. امام علی بگو میلرزن،
نام امام علی را بگیر میلرزن در پیشون. همین مندرج میخپشون که واه تو وای میگی در پیش ما. نه تو را نگو نامشه. امام علی کیه اینه؟ یک مخلوق، یک خوگ. نخواه از همون خوگ بترسی برادر جان. تو اگر ما و شما اگر خودمونه یعنی حرمت عزت نکنیم، جانی که بدگیمون حرمت عزت چه ندانیم، پس امام علی ما را حرمت میکنه؟ نه. و کی ما باید حرمت کنم؟ تاجیکستان ما را خراب کرد. نداریم یکم چیزی که پرستای چیزی که همین سویت هسته، همون سویت نداریم. سویت همین 4 تا چیز میگیریم، سویت میسازم. من پیش خونه من دایره هسته، همون دایره تاوش میتیم، من خونه من دا سویت میکنم. مثال اونه که همین چیزا این بدبختی کلاغاوس نتونست کرده. داریم گز هم داریم، اورنج هم داریم، دیگه و دیگه هم داریم. میتونه که اتمی گزا بسازه. نه که ما در دستاتش نه، ما در بس همین آبی که داریم، ما همین 4-5 گز کلانترین داریم. همین 4-5 گز خطی تاجیکستان تمام شم میخرانیم میپشونیم. اول باید خودمون تأمین کنیم، از همه چی ما باید بود باشیم. انا بعد زیادیش مرحمت بفروشین برای اکنومیک تاجیکستان، برای بودجت تاجیکستان بلند شوه بفروشین، برای پنسه و ملیسه و بلنیسه و خور و بلا و دیگهش مرحمت. و نمیدونم اخی یک اویلی که بگیریم اگر با رسخودای خدمون در همین 20% رسخودمون نمیرسه اویلی که تاجیکستان. سومی آب ته، سومی نلاک ته، سومی سویت ته، سومی بلنیسه ته، ملیسه ته، مکتب ته، اینستیتوت ته، صدیق ته، خوردن ارد پرد اما قیمت رفغان گوشت یکم میوگی بخری باید یک حسوسن که نیست همین چیزا برادرها. هسته خش تبار امام علی ده ما مردم شریف تاجیکستان ده نیست. آخه تاجیکستان یک خش تبار امام علی نیست که ما دهنی او را نگاه کرده بشینیم، یا اینکه با اون بیرق ساختگیش رویم در تگ شینیم اشکمامون سیر میشوه، یا اینکه در اون چایخونه کلانترین کردگیش بریم در هم چایخونه شینیم کسامون در پل نیسته خودمون سیر میشویم، یا اینکه در بیبلیتک ساختگیش در اوجه درویم یگان کتاب خونیم اشکمامون سیر میشوه. نه برادرو، خلق مرده سنگش نگیرن، ندارم بیچارو. اومده در روسیه و در دیگه جا کار کرده گشتیان. بیچاره در ظلم ستم میگن اویلی که گرفتگیمون با همین سرطانه خودمون با یک عذاب میرسه. خونه سوم روان کرده نمیتونیم. این دم روز میدونین در روسیه در زنداناش چندین هزار برادرای ما و شما زندانیان، مادرای ما و شما زندانیان. همین را میدونین یکم تا؟ نه، برای که پروای دانستن ندارین، پروای شنویدنش ندارین. همین خطون تینجین خونه که خطون تینجای تمام دیگه با یگان کس کاری نداره. ما را خداوند نآفریده فقط که ما بیاییم و غلام بر این کار کنیم، با بریم امو را بخریم، همین 5 وقت نماز ما نخونیم تمام. این خیلی نیست در یکم جا. ما باید دیده استیم که دین ما را، حق و حقوق ما را، الله ما را از شبکه لیلین پس دادن، پیغمبرای ما را از شبکه لیلین پس دادن، خپیم خاموشیم، تکبوت که ندیدیم چشمامون را میپوشیم، گوشامون را محکم میکنیم که ما نشنیدیم. همه شنویدگین ویدیوی نمی در روی صورت من یک بار چلیکتون نظر کنین، پایان در ویدیو موندگیم. بدبخت امام علی قطی بازار کافر چی میگن؟ دورین ویدیوش تماشا کنین در یوتیوب. صورت من در یک بار چلیکتون نظر کنین، پایان تر ویبسایت های اما ویبسایت در دروین تماشا کنین که چی گفتگیان، چه خیلی ظلم ستم کردیستیان. اون ویدیوش تماشا کنین. یا همش بافتگی نیستن، گفتگی هن، ریال نگفتگی هن. کو مردت بیای جا میگن پیش ما، مردت نمیترسیدگی بیای جا میگن، اما میترسیم ای شیطانی اولی، از این جلبی اولی ما میترسیم.
خب که نگو که بیا ما آواز ما نبرونم که نقپم ما مالی خشت برو همه در تاجیکستان هست یک موتم گرفته گیم یک چیزی هست که نمیدونم اخی در این رو ما خون دادگی هستیم در این رو ما را پراندگی هستن کورچمون زدگی هستن کنجی زندانمون کردگی هستن در این رو تمامی کار کرده ما حالی هم خفا نیستیم حالی هم میگیم بر زیچه میزنیم این بدبخته تا آن روزی که ما در بدنمون جان داریم قوت داریم یعنی که حرکت داریم و زیدی پدنالت میزنیم آخی تا آن روزی که امون درد و یعنی پرابلم خونه ما و شما نبیایه ما و شما همون روز بعد نمیخیزیم تا اون روزی که پرابلم ناآمده نمیشه که بخیزیم 2 سال پیش 2.5 سال پیش استاد ما خدا رحمتی حاجی عمر علی قوتوف گپ میزد میگفت که روزش میشوه با قندوق автомат زده میبرند تونا همون خیلی شده بو یا حق و حقوق ندارن در وطن خودمون ما را زده برن و زده بیارن یا اینکه یگام کار ممکنه به یگام یعنی که پریچینه یگام گناه ما را برن کنج زندان کنن این خیلی نیست تاجیکستان ده ما هم حقوق داریم ما هم فرزندای اوگاهی تاجیکستان نیستیم که و چی با ما را به گناه میبرن کنج زندان میکنن چی با بچه های کسیفاشون اون همون بدبخت ها میزنن با ماشین 3 نفر و 4 نفر میکشن چی با ویا را کنج زندان میکنن که ویا گناه میکنن ما را به گناه میبرن میشونن ولی اما کنج زندان های تاجیکستان پوری برادرها شدگی اینه برادر ما و شما به گناه بچه شروندگی ها این ایران خونده اومدگی امردک بعد ایران امر هم قاری قرآن شوم بیام من چی یگام گناه کردم یا اینکه در پاکستان من راون قاری قرآن و حافظ قرآن شوم بیام من یگام گناه کردم این استوتا اسلامی را اگر چشمتونم پوشین خودتون با کور گیرین اگر خودتون با خوام گیرین نکیم که میبینین و میشنوین این ظلم و ستم خیلی میگین ما خوبیم یا ما ندیدیم اونا مرحمت ویدیو نه این ویدیو نوار اونا چند تا دخترای خواهرای ما و شما را میگه که در همون سر یعنی کنفرانس رفته استه در همونجا میگه که اگه گپ وقتی که اوخی پریزیدنت بدبخت اوخی تی پدنالت با شوکنی وای تی چکار داری با یا برداشتنی وای تی چکار داری تی بدبخت کمی که فایشه که باشه آدم گو مثلی سرش یعنی که همون فکری سرش همش فایشگی های قنچق که باشه قنچقی های همش مثال دیگه ده او بدبخت همون فایشه که هسته تمامی آدم ها رو همی خیلی دختر خواهرای ما و شما میبروین صحبت میکنن که و یا رو هم خیلی سکنی رود میکنن هم خیلی به یگام عدش به یگام لباس سکنی رود کرده هم خیلی و گفته است این سکنی رود کرده گپا تمام کرد شد میگه که توی که توی هست میگم تا میبردگی میوردگی آخی تکارت چیه باوای یا اینکه اون او یت دیگه شم میگه که دوگاناتون فهمونین سطر نپوشن این سطر پوشی این یک گمراهی است فلان و بسمدانت یا اینکه مسجدها را خراب کرده چند در داخل تاجیکستان یا اینکه مثالی گپ انا برادرایی که داو و دستگاه دارن برادرایی که مثالی گپ چیش میگن یگام فیرما ساختگن یگام زواد ساختگن فابریکه ساختگن یا بازار ساختگن یا یگام چیزی میزنن این رو از دستشون میگیرن و این ظلم ستم نیست اونا مرحمت کنیم زید سعید نگاه کنیم 20 چند سال شروندنش خدا رحمتی حاجی عمر مال و ملک شمش شپیدن گرفتن کشتن شد و اپر بازارش شپیدن گرفتن ادوکاتا را بگناه در کدام کنج دنیا شما دیدین که ادوکاتا را کنج زندان کنن ادوکات این حقوق انسان دفاع میکنه حقوق انسان خواه آدم کشته باشه خواه کفاندگی باشه تمامی جا را خواه چکار کردگی باشه او را ادوکات دفاع میکنه ادوکات دفاعش میکنه یعنی که میبینه کارو برشه و پوسکای پرکرورا ببینن اونجا کارش ادوکات کارش هم میبینه پرکرور کارش هم میبینه چند ساله که تیانش 10 سالش گوان ادوکات میگه خیلی فرزند داره و فلان داره بسمه بیا 8 سالش تین خیلی کن مثال دفاع میکنه از یا اینکه ادوکات تمام دلیلش خطی میبیاره میگه گناه نداره نه سمام دلیل گناه نداره
айҷа прокурор мезана мега гуноҳ дора, прокурор ягон далел надора, фақат мега ки гуноҳ дора, тамом. Ане ки адвокат далел дора, тамоми аснодора дора, мега гуноҳ надора, мегиран мебуроран шаву бародар, озодш мекунан. Некем и дар он ҷое ки ҳақиқат боша, дар он ҷое ки адолат боша. Не ки дар Тоҷикистон нест адолат. Дар Тоҷикистон адвокатшам, судяшам, прокуроршам, дигаву дигашам ҳама шози худи шуда, яъне ки ҳамон Эмомалӣ шуда. ва адвокатое ки будан дифоъ мекардан, ора кунҷи зиндон кардан. бо ҳамон ҷиҳаное ки заҳр додагиян тағоёшу амакиёшона мебуроянд аз Эмомалӣ дифоъ мекунанд. Субҳаналлоҳ, наъузу биллоҳ. бине ки хай мешава. иншааллоҳ аз худованд дуо талаб кунем, ҳамаш хуб мешава. даъват кунем бародаро, фаҳмонем дар одноклассники, дар фейсбук, твиттер, вконтакти, дар тамоми ҷо буроин ҳақиқата бигин, нависен, партоин инами силкои видеоро ки бародаро бинанд, тамошо кунанд.